بدترین چیزی که به مأمور کلانتری میتونی بگی. آها این برای من پیش اومده و گفتم واقعا. به خدا همونه است. آره. یا گرفت واقعا داشت میورد کلانتری، گفتم من جلو میشم چون سیگار میکشم. نه جناب سلام، به خدا بیادبی نکردم، مست بودم اون موقع. اینا بچه‌های خوبی هن، الان چت کردن. از دوست دختره تو خواستگاری میکنی توی جمع، از دوست دخترتون خواستگاری میکنید، بهت میگه نه. ببین من مشکلی ندارم ولی خودت فقط 8 ماه وقت داری. جواب دیگه. با من ازدواج میکنی؟ هرگز. شما چطور؟ دیت اوله از دختر خوشت نیومده، میخوای ازش دنگ بگیری. ما خوشم بیادم دنگ بگیریم، اون فرقی نمیکنه کی باشید. ببین اگه پولم راد نیست میخوای زنگ بزن خونه بگو شب نمیری. به زشتم رحم نمیکنه. چیزایی که نباید مادر زنتون بگید. مرسی خاله. خب معلومه بین خودمون میمونه دیوونه. گروگانگیره زنگ زده میگه زن تو گروگان گرفتم. ادواقی میگی؟ گروگانگیر بهتون زنگ زد میگه زن تو گروگان گرفتم. چجوری تشکر کنیم؟ مشتیقانی میخواد. زنگ زده؟ بله. خب ای بابا اینم که هر شب به یه بهونه نمیام. چه خبر 1 میلیارد؟ قاتل 630 میگرفت ندادن. امروزم باید از بیرون غذا بگیرم. بعد از تغییر جنسیت چی میگی به دوست دخترت؟ بعد از تغییر جنسیت دیگه نمیتونی هر چیز کوچیکی رو بکوبی تو سرم. حالا ببین کی بیشتر پول در میاد. قسط وام ازدواجت عقب افتاده و طلاق گرفتی، از بانک زنگ میزنن. ای بابا به خدا ما تا قسط 5 بیشتر استفاده نکردیم. حلال نیست اینا، این مرجوع شده.